سلام، خیلی خوش اومدین. لطفاً خودتون معرفی کنید و سمتتون رو بگین و اینکه از کدوم شرکت تشریف آوردید. عرض سلام دارم خدمت شما و سایر همکارانتون. بنده محمد رضا استاد رشید هستم و از شرکت پالایش نفت تهران در خدمت شما هستم. خیلی خوش اومدین. سلامت. میتونم بدونم چطور با کیسان آشنا شدین و چی باعث شد که کیسان رو برای ارسال صورت حساب‌ها انتخاب کنید؟ بله، در ابتدایی که شرکت‌ها ملزم شدن که در سامانه معدیان ثبت نام داشته باشن و صورت حساب‌هاشون رو به اونجا ارسال کنن، در همون همایش‌های اولیه که در فکر سازمان صدا و سیما برگزار شد، سالن همایش‌ها، همونجا با شرکت کیسان ما آشنا شدیم و به اصطلاح درخواست کردیم که از خدماتشون بتونیم استفاده کنیم. و از ابتدا تا کنون هم از خدمات این شرکت استفاده کردیم، یعنی میشه گفت برمیگرده به سال 1401 اگه اشتباه نکنم. و از 402 هم که خب ملزم شدیم که حتما فاکتورمون در سامانه ثبت بشه، خب همکاریمون تنگ‌تر و بیشتر و بیشتر شد. تجربه استفاده از خدمات کیسان براتون چطور بوده؟ آیا استفاده از خدمات کیسان رو به سایر شرکت‌ها پیشنهاد می‌کنی؟ بله، چون خود ما یک شرکت حالا بگیم در حوزه حداقل صنعت نفت جزو شرکت‌های بزرگ هستیم با تعداد صورت حساب‌های صادره بسیار بالا و ارقام بسیار سنگین و خب این مستلزم اینه که یک زمینه در بحث دیجیتال باشه که بتونه کاور کنه و ساپورت کنه، که خب خوشبختانه کیسان این کارو برای ما کرده و ما تا الان مشکل خاصی با این موضوع نداشتیم و خیلی راحت صورت حساب‌های ما از طریق پایان‌های فروشگاهی و از طریق کیسان در سامان معدیان بارگذاری شده و مشکل خاصی برای ما وجود نداشته. و حالا اینم بگم هر موقع که مشکلی داشتیم، تماسایی گرفته شده، ساپورت پشتیبانی خوبی از ما شده و پاسخگویی واقعا عالی بوده. مرسی، ممنون از حضورتون. خواهش می‌کنم، متشکرم.